ببینید این میاد این بخش اول که نوشته اکسچنج. خب اول از همه که وارد میشی، خب بیا اینجا، میاد و اینجا کلیک میکنی. خب و صرافی خودتو انتخاب میکنی. اگه زبانت انگلیسی نیست اینجا کلیک میکنی و از روسی درش میاری میذاری انگلیسی و اینجا هم صرافی خودتو انتخاب میکنی. ما ایرانی هم دیگه بینگیکس انتخاب میکنیم. این بخش هیچ ربطی به این نداره که شما وارد صرافی میشی یا توکناتو وارد صرافی میکنی. آی تحریمیم و آی نمیدونم بریم آموزش بینگیکس رو ببینیم. نه عزیز من، این اصلا هیچ ربطی به هیچ کدوم از اینا نداره و فقط اینجا یه بخشی بوده قبلا که رفرالتو وارد میکردی 50,000 تا سکه میگرفتی. این نه کیف پوله نه فلانه. کیف پول هنوز برای همستر نیومده چون توکنش آزاد نشده. وقتی بیاد و توکن به صورت ایردراپ خب واریز بشه به داخل اکانتتون، اون موقع است که باید دنبال کیف پول بگردی و تازه بفهمی که چطور باید متصلش کنی. فعلا که همچین بخشی برای همستر نیومده، پس دنبال کیف پول نگرد. اگه بیاد هم اخبارش رو اول از همه داخل چنل خودمون خواهیم گذاشت. خب پس بعد از این میای و بخش بعدی میزان درآمد شماست که از اینجا میتونی نگاه کنی ببینی درآمد تو در ساعت چقدره. هر چقدر این درآمد بالاتر باشه این عدد هم سریعتر بالا میره و تو بیشتر سکه جمع میکنی. خب برای همین منظور، برای اینکه این پرافیت پر اور تو، پرافیت پر اور یا سود ساعتی تو بالاتر بره، میای قسمت ماین رو که وارد شدی اینجا وارد میشی و اینجا 4 تا بخش داره. نگاه کنید، بخش 1، بخش 2، بخش 3 و بخش 4. خب این 4 تا بخش هر کدوم کارتای جداگانه خودشون رو دارن. این بخش مارکت هستش که همون اول که وارد شدید برای شما بعضیاش بازه. خب اونایی که بازه لولشون رو بیارید بالا و خرج کنید تا لول 10. فعلا برای کسایی که جدید اومدن اول میتونن تا لول 8 بالا بیارن و بعد تا لول 10 همشو بالا بیارن. خب ممکنه بگید بعضیاش برای ما بسته است. آره بسته است. خب چجوری بازشون کنیم؟ میاد پایین هر کارتی دلیل این که چرا بسته است رو مینویسه. خب مینویسه فلان کارت باید لول فلان بشه تا من باز بشم. دنبال اون کارتی که اون پایین اشاره کرده بهش میگردید، و اونو پیداش میکنید و به اون لول میرسونید تا اون کارت مورد نظر شما باز بشه. خب بعد میاید قسمت مارکت رو که آپگریدش کردید کارتاشو، میاید قسمت پی آر تیم، یعنی این قسمت دوم. خب میاد این قسمت پی آر تیم، میبینید کارتاش بسته است، کلا براتون آنلاک مینویسه. برای اینکه شما بتونید این قسمت رو باز کنید باید عضو کانالش بشید. خب برای اینکه کارت این قسمت باز بشه شما باید عضو کانال تلگرامی و گروه همستر بشید، ولی چون همه دارن همزمان این کار میکنن نمیشه عضو شد. ما یه پوشه درست کردیم، لینک پوشه هم داخل همین ویدیو میذارم براتون که بتونید عضو پوشه بشید. وقتی عضو پوشه میشی اتوماتیک عضو تمام گروه و کانال های همستر رو تبصیح میشی و این قسمت ها برات باز میشه. خب بخش بعدی هم لگاله، باز همونجور که گفتم درش مینوسه دلیلشو و اینها رو هم تا لول 10 بالا بیارید فعلا. و بخش بعدی اسپیشالز هست که این قسمت کارتاش جدیده، یعنی نو میاد قسمت نیو کارتز. خب این قسمت نیو کارتز هستش که هر از گاهی باید سر بزنید بهش هر روز و کارت جدید این قسمت قرار میگیره. کارت مهمی هستن که توی ایردراپ هم لحاظ خواهد شد، یعنی علاوه بر این که این میزان سکه شما مهمه، میزانش مهمه که چقدر بیشتر باشه. خب چی اینو تعیین میکنه؟ سرعت مان زیاد باشه میزان سکه شما هم بالا میره. یه نسبتی باید بین این دوتا برقرار بکنید. شما
حالا اونا که جدید اومدن تا یه هفته فقط آپگریدش کنید، یعنی هر چی سود به دست میارید از این قسمت پرافیت کارتا رو آپگریدش کنید بیارید تا لول 10 و بعدش شروع کنید به جمع کردن سکه ها. فقط 20 تا 30% سود روزانه‌تون رو خرج کارتا بکنید و بقیهش رو نگه دارید و جمع کنید برای دراپ اصلی. خب این از این. و شما این قسمت اسپیشیالز کارتایی رو میبینید که هستن، میتونید بخریش و بعضی هاشو میبینید میست اپورتیونیتی، یعنی از دست دادی، کارت موقعی است دیگه نمیتونی بخری و بیخیالش میشی. یه قسمت ارن دیگه هم داره که اینجا این قسمت دیلی ریوارز شماست. دیلی ریوارز یعنی روزانه بهش سر میزنی و کلیمش میکنی هر روز و اینجوری که میبینید تا 10 روز زیاد میشه و روز 10 میشه 5 میلیون، دوباره از اول شروع میشه میاد. قسمت بعدی قسمت جون تلگرام چنل هستش که گفتیم تو پوشه قرار دادیم، راحت میشی میتونی عضو بشی. اگه نتونستی، یعنی روی پوشه زدی و نوشت اونجا عدد 2 رو نوشت، یعنی تو قبلا 2 تا پوشه داری، خب بالای صفحه تلگرامت اسم پوشه ها هست، دست رو نگه میداری روی یکی از پوشه ها و دلت فولدر یا حذف پوشه رو میزنی تا بتونی عضو پوشه ما بشی. خب این هم از پوشه و بعد روی هر کدوم از اینها کلیک میکنی و برات اون جایزه رو که نوشته میده. اینجا هم تسک آخریش هم اینه که گفته 3 نفر رو دعوت بکنی و برات این جایزه رو میده. خب بعضی از کارت هم هستن که باید مخصوصا قسمت اسپیشیالز باید افرادی رو بیاری به بازی، مثلا تا 9 نفر و بعد باز میشه برات اون کارته. فقط در صورتی که باید اون تعدادی که گفته زیرش مینویسی دیگه چند نفر، همونقدر دعوت بکنی و بیان با لینکت و چند روز بازی کنن، سطحشون بیاد بالا تا توی این لیست قرار بگیرن. به همین سادگی. و یه بخش دیگه هم این داره که این لول بندیه، سعی کنید لولتون رو بیارید بالا و این بخش هم جدید اومده. اولین نفر جهانم 2 میلیارد تا سکه داره. بخش دیگه هم هست کمبو. بخش کمبو رو نگاه کنید، هر روز 3 تا کارت میاد و این 3 تا کارت رو اگه شما بتونید پیدا کنی هر کدوم یه لول بیاری بالا، جایزه شما اینجا قرار میگیره. ممکنه دستت بخوره وقتی 3 تا رو دریافت کردی و جایزه رو بهت نده، میای دوباره این قسمت اینجا دست میزنی روش و کلیمش میکنی. این تیکه باید سبز بشه. این ویدیو رو بفرست برای دوستات که اونا هم بتونن از این فرصتی که برای همه مهیاس استفاده کنن و مثل ناتکن جا نمونن.